خاطرات خنده‌دارش ما تو عروسی، بریم با هم بخونیم. یکی نوشته شام برای 150 نفر کم بردن. حتما اون 150 نفرم کلی فوش خار و مادر دارن میدن به اون آشپز. یکی نوشته دامادو تا حد مرگ زدم. آخه چرا؟ مگه چه دشمنی با اون داماد داشتی؟ یکی نوشته مست بودم عروسو. بقیه‌شو که خودتون بهتر میدونی. یکی نوشته خواستم برم دستشویی، در باز کردم عروسم داخله. داشت بکنم تو اشتباهی رفتی سمت قسمت زنونه، یعنی سرویس بهداشتی زنونه. پام لیز خورد با کله رفتم تو کیک عروسی، بعدش لباسای عروس کثیف شده گریه کرد. وای وای.